الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزار هستم که برایم توفیق داد تا در برنامه دیگر از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار بگیرم. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما در مورد خرافات و بدعات قبور بود که ان شاء الله تا حدی که توان ما بود در موردش در برنامه‌های گذشته صحبت نمودیم. اما در این قسمت از برنامه باز هم ربط به موضوع گذشته دارد که همانا ساختار و طریق ساختن قبر از دیدگاه شرع مقدس اسلام و همچنین بیان گونه‌های باطل و گونه‌های بدعتی که متاسفانه در میان بعضی از جوامع اسلامی در ساختار قبور و در بنای قبور وجود دارد، مطالب را به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. بدون شک وقتی انسان از دنیا می رود او را در قبر دفن می کنند و در زیر خاک دفن می کنند و آن می گویند قبر. انسان در آنجا دفن می شود. این قبر روشش بر اینه که آن خاکی که از داخل قبر حالا کشیده شده همان خاک را بالای انسان بیندازند. بهتر در این است که همان خاک بالای انسان دوباره انداخته شود و او را دفن بکنند. اما طریق ساختار این قبر طبقی که در روایات آمده، این قبر به شکل کوهان شتر باید باشه. البته این بایدی که گفتم به معنای وجوب نیست، چون از سنت پیامبر علیه السلام همچون چیزی ثابت شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم قبرشان این گونه بوده. قبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه بوده. طبقی که در صحیح بخاری حدیثی آمده که از سفیان تمار که یکی از بزرگان اتباع تابعین هست میگه که حضرت امام بخاری قولش را آورده، میگه انه رأى قبر النبی صلی الله علیه و سلم مسنما. این شخص سفیان تمار قبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دیده و قبر پیامبر علیه السلام مسنم بوده، یعنی به این شکل، یعنی مثل کوهان شتر به این شکل بوده، یعنی 4 گوش نداشته بلکه این شکلی بوده. به این شکل مرقد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده است. پس بناهن از این روایت ما نتیجه میگیریم که 4 گوش کردن قبر و مربع کردن قبر این در واقع در سنت پیامبر علیه السلام وجود نداره و سنت بر اینه که قبر به صورت کوهان شتر و به شکل مسنم ساخته بشود، آنگونه‌ای که مرقد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و آنگونه‌ای که سفیان تمار برای ما روایت میکنه. امام بخاری رحمه الله این قول را از صحیح بخاری نقل میکنه. بله، امام بخاری رحمه الله این قول را در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 103 بیان میکنه. و همچنان این که این سفیان تمار کی بوده؟ همون سفیان تمار ابن دینار هست که حضرت علامه ابن حجر رحمه الله در موردش صحبت میکنه در فتح الباری که از ابن حجر است، جلد 3 صفحه 257. بنان از این حدیث ما نتیجه میگیریم که مربع بودن قبر سنت نیست، بلکه مسنم بودن قبر در واقع سنت هست و شکلی که مرقد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده همین شکل مسنم یا شکل کوهان مانند بوده، کوهان شتر. و همچنین قبر مقدارش یا ارتفاعش چی اندازه باشه؟ طبقی که در روایات آمده قبر به اندازه 1 شبر، یعنی یا 1 وجب بگیم، به اندازه 1 وجب
ارتفاع داشته در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه پیامبر علیه السلام و به همین ترتیب بزرگان همه مقبره ها را می ساختند و قبره ها و مرقده ها را می ساختند. قبره هایی که بلند بوده، قبره هایی که ارتفاع داشته، حتی در روایات آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله عنه را دستور دادن به این که گفتن ای علی برو و قبره هایی که بلنده آنها را هموار بکن. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 969 از ابوالحیاج اسدی که شاگرد حضرت علی رضی الله عنه هست روایت شده که میگه قال لی علی ابن ابی طالب، میگه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه برای من گفت که الا ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای ابوالحیاج آیا من تو را به آن چیزی نفرستم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم من را به آن چیز فرستادن؟ یعنی تو را به کاری نفرستم که پیامبر علیه السلام من را به آن کار فرستاده بودند؟ سوال میکنن حضرت علی رضی الله عنه. بعد میگوید که برای ما گفتن که رسول خدا علیه السلام برای من علی گفته بودند که الا تدع تمثالا الا طمسته، هیچ بتی را نگذار مگر اینکه او را نابود بکنی، مگر اینکه او را از بین ببری. ولا قبرا مشرفا الا سویته، و هیچ قبر بلندی را نگذاری مگر اینکه آن را سویته، مگر اینکه او را انوار بکنی، برابر سنت بکنی با آنگونه‌ای که سنت هست. قبر به صورت بلند چند منزل ساختن اینها در واقع یعنی مشکل داره و اینها طبق سنت پیامبر علیه السلام نیست. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیز را برای ما نمیرساند که ما قبرها را چند منزل بکنیم، چند طبق بکنیم و چند منزل بسازیم و بعداً به این ترتیب. این در مورد مقدار قبر هست که از دیدگاه شرع مقدس اسلام، از دیدگاه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش این گونه گفته شده است. و همچنین این که ما اجازه نداریم که قبر را به عنوان مثال از خشت پخته یا این که از سیمان بسازیم یا آن را خلاصه این که آباد بکنیم به این شکل، به این شکلی که امروزی متاسفانه وجود داره. کاشی میکنن قبرها را و بعد از اون که کاشی کردن قبرها را یکی دو منزل میسازند و یکی دو منزل که ساخته اند بعد بسیار مزین میکنن، وسطش را سبزی میکارند و بعداً زرع میکنند تا اینکه سرسبز بشه این قبر. خلاصه این که وقتی داخل قبرستان بشی احساس نمیکنی که اینجا قبرستان است، فکر میکنی که اینجا قصرستان است. اینجا جایی که قصرهای خرد زمینی داره زیر زمین. به همین ترتیب میسازن کاشی و سرامیک و به همین ترتیب چیزهایی که در واقع متاسفانه امروز وجود داره. ولی ساختار قبر این گونه نیست. این گونه نیست ساختار قبر. ما در حدیثی داریم در صحیح مسلم که حضرت جابر رضی الله عنه میگوید که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام در واقع نهی کردن ان یجسس القبر، این که قبر سیمانکاری بشه، این که قبر گچکاری بشه، قبر به این ترتیبی که حالا هست به این ترتیب ساخته بشه. و ان یقعد علی، و این که پیامبر علیه السلام منع کردن که انسان به روی قبر بنشینه. نشستن به روی قبر همچنان کار خوبی نیست، نهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. و چنانچه که در برنامه گذشته هم به این موضوع بنده مفصل توضیح دادم که نشستن روی قبر جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم گچکاری و سنگکاری و سیمانکاری قبر را منع کردند و همچنین نشستن روی قبر و همچنین و ان یبنى علیه، و این که بنا بسازه روی قبر، مثلا قبه بیای بسازه روی قبر، ساختن قبه روی قبر همچنان این هم عمل بدعتی هست. ذریح بسازه روی قبر، اینها بدعت هست. اسراف بکنه، طلاکاری بکنه، به عنوان مثال طلاکاری بکنه، کاشیکاری بکنه، سنگکاری بکنه و به صورت بسیار بسیار منظم و بسیار اسراف آن را بیای بسازه. خب همچون قبر انسان را به یاد آخرت نمی اندازه. هدف و مقصد از زیارت قبور چی هست؟
اینه که انسان به یاد آخرت بیفته، این که انسان از دنیا بی رغبت بشه، نه این که بیایه بسنجه که این کاشی ها چقدر کاشی های زیبایی هست، چقدر مجلل هست، چقدر در واقع آن را به زیبایی و به مقبولی و به خوبی ببینه. هدف از زیارت قبور این نیست. هدف از زیارت قبور این است که انسان متوجه مرگ بشه، متوجه آخرت بشه و همچون قبرها امکان نداره که انسان را به یاد آخرت بیندازه. از کجا انسان را به یاد آخرت میاندازه؟ چنان مزین میکنن، چنان عطرکاری میکنن که وقتی داخل میشه شخص حیران میمانه که اینجا قبرستانه یا اینجا کدام جای دیگری هست. پس به هر صورت بنا ساختن روی قبرها به شکل گنبد اینها صحیح نیست. حتی گنبدی که بالای مرقد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مقبره رسول خدا علیه و سلم هست، این در زمان صحابه ساخته نشده، در زمان تابعین ساخته نشده، تبع تابعین ساخته نشده، صدها سال بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ساخته شده. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از صحابه، بعد از تابعین، بعد از تبع تابعین، بعد از بزرگان دین، بعد از ائمه، اینها به وجود آمده گنبد روی مرقد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. چون بعضی از اهل بدعت استدلال میکنن، میگوین وقتی شما میگویید که ساختن گنبد درست نیست، پس چرا بالای مرقد رسول خدا صلی الله علیه و سلم است؟ بالای مرقد رسول خدا صلی الله علیه و سلم همچنان به این شکل نبوده در زمان صحابه، در زمان تابعین، در زمان تبع تابعین و به همین ترتیب در زمان ائمه اربعه همچون چیزی وجود نداشته. بعدها آمده ای ساخته شده توسط یک عده انسان‌های مغرض که خواستند توسط این مردم را متوجه خود کنند و حکومت خود را در واقع جایگاه بدهند در میان مردم و عزت و آبرو برای خود نگه بدارند. و به همین ترتیب مرقد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله و دیگر مرقدهای امام بخاری رحمه الله که اهل بدعت اینها را شبهه پراکنی میکنند و میگویند اگر اینها بدعته پس چرا بالای قبر امام بخاری وجود داره؟ چرا بالای مرقد پیامبر علیه السلام هست؟ چرا بالای مقبره امام ابو حنیفه و دیگر بزرگان هست؟ همه اینها توسط اونها ساخته نشده، توسط شاگردان آنها ساخته نشده، توسط هیچ یک از بزرگان دین و اهل سنت ساخته نشده، بلکه اهل بدعتی بودند که متاسفانه آمدند و به نام اونها خود را جای زدند و گنبد ساختن بالای مرقدها. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور صریح به ما میگویند که شما اجازه ندارید این کار را بکنید. حالا هر کس که میخواد کار را کرده باشه جایز نیست. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی میگویند که هر قبر بلندی را دیدی هموار کن، آیا این گنبد با این بزرگی، با این بلندی داخل میشود یا نه؟ بدون شک داخل این حکم میشود. و همچنین وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حضرت جابر میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم منع کردند که بالای قبر بنا بشه، آیا این روایتی که ما داریم در صحیح مسلم حدیث شماره 970 حدیث صحیح، آیا این حدیث را کسانی که همچون کاری انجام دادن دیده اند یا ندیده اند؟ شاید ندیده باشند این کار را انجام دادن و شاید هم دیدند، شاید هم دیدن از روی غرض و از روی رسیدن به اقراض و رسیدن به اهدافی که دارند متاسفانه این کارها را انجام دادن. به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به نام بزرگان دین خود را در دل مردم خواستند که جای بدهند، خواستند که حکومت خود را محکم بکنند، خواستند که مقام و مرتبه و چوکی خود را محکم بکنند در میان مردم. همیشه این گونه بوده. انسانهای ظالم و مستبد از نامهای ائمه، از نامهای بزرگان، از نامهای کسانی که دارای مقام و مرتبه در میان مردم هستند استفاده می کنند با خدمت به اونها، با اینکه به ترتیب مثل ساختن گنبد روی قبر آنها. حالا مردم هم فکر میکنن که واقعا اینها رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دوست داشتن، این کار انجام دادن. نه خیر، دوست نداشتن، میخواستن خودشان را به دل آن مردم جای بدهند تا اینکه حکومت خود را جایگزین بکنند، حکومت خود را محکم بکنند، پایه های حکومت آنها مستحکم بشه. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی، این ساختن قبرها، قبه ها به این ترتیب ساختار
اینها در سنت پیامبر علیه السلام وجود نداره، بلکه اینها چیزهایی است که بعداً به وجود آمده و یک عده انسانهایی که در واقع برخلاف رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند و به نام خودشان را پیرو رسول خدا علیه السلام میگفتند، این اعمال را انجام دادند و در حالی که ما در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور وفور و فراوان میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از اینها منع کردند. الله اجازه بدین وقفه از اتاق فرمان بگیریم، ان شاء الله بعد از وقفه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید، آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله بینندگان عزیز و گرامی، موضوعاتی مطرح کردیم در مورد بدعاتی که در ساختار قبور وجود دارد و مطالبی به خدمت شما دوستان گرامی بیان گردید که اینها بدعت هست و طریق سنت چگونه هست. یکی دیگه از این بدعاتی که ارتباط میگیره به ساختار قبور این است که روی قبر نوشته کردن. حتی بعضا آیات قرآن عظیم الشان را روی سنگ می نویسند، روی سنگ های روی قبر می نویسند و بعد از آن این نوشته آیات قرآن عظیم الشان باعث بر این میشه که حیوانات بیایند بالای قبر مثلا بالا بشن، یعنی واقعا به احترامی و حتاکی به آیات قرآن عظیم الشان بشه. پس بناهن باید از این کار پرهیز کرد، از نوشته کردن روی قبر. حتی علما میفرمایند از نوشته کردن روی قبر تحت نام و اینها هم پرهیز بکنند. پرهیز کردن از اینها بهتر است. ما در حدیثی داریم در سنن ابن ماجه از حضرت جابر رضی الله عنه که میگوید نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یکتب علی القبر شیء. شیء در اینجا نکره هست. ان یکتب علی القبر شیء. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن از این که روی قبر چیزی نوشته شود، هر چی میخواد باشه، آیات قرآن عظیم الشان، احادیث باشه، شعر باشه، اشعار باشه، حالا نام کسی باشه، به همین ترتیب همه در این حکم داخل هستند. بنابراین بیننده گرامی، قبری که در شریعت هست این است که مصنم و خاکی. اما این که بعضی از علما روایاتی آوردند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از فوت فرزندشان ابراهیم سنگ را بالای سر فرزند خود گذاشتند و به این ترتیب از بعضی از سلف هم نیز در واقع روایت شده که سنگ بالای قبر گذاشتن، بالای سر مرده سنگ را گذاشتن، نه البته داخل قبر، بالای قبرش اشکالی در این مورد نیست و مشکل ندارد. اما به دیگر ترتیب ها که حالا امروز ساخته میشه، طبقی که قبلا هم گفتیم به صورت کاشی، به صورت موزاییک، به صورت گچکاری، به صورت سیمانکاری، به شکل مربع، به شکل چند منزل ساختن و بلند کردن قبر، اینها هیچ کدام در شریعت ما جایگاهی ندارد، بلکه مخالف دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و مخالف گفته های ائمه و بزرگان دین می باشد. بناهن ای امت اسلام، ای برادر و خواهر مسلمانم، ای برادر و خواهر مسلمانم که ادعا میکنی بر این که تو در واقع امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، پس امت بودن خود را برای پیامبر علیه السلام به اثبات برسان. با چی؟ با عمل کردن به سنت پیامبر علیه السلام و با دوری از بدعات
ایاکم و محدثات الامور. پیامبر علیه السلام میفرمایند شما خود را از کارهای نوپیدا دور کنید. کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی هست. این گمراهی ها در این وجود داره. ای برادر خواهر مسلمانم، خودت را از بدعات دور بکن. این بود بحث ما در مورد بدعات قبور که به صورت مفصل ان شاء الله در خدمت بینندگان عزیز بیان کرده باشیم، امیدوار هستم. و موضوعات دیگری که باز هم ارتباط میگیرد به بدعاتی که در اعتقاد هست وجود داره که ان شاء الله اگر پروردگار سبحانه و تعالی بر ما توفیق داد و زندگی باقی بود، ان شاء الله که یکی پس از دیگری را به خدمت بینندگان عزیز بیان خواهم کرد. خداوند متعال جل جلاله برای همه ما توفیق عمل عنایت بکنه. تا برنامه دیگر و تا دیدار دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.